با مقصد جلب دختران به ورزش، رشد فوتبال و تربیت نمودن فوتبالبازان نورس از بین خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی با تشبث فدراسیون فوتبال ولایت سوخت در مؤسسه تحصیلات میانه غیر دولتی اکسفورد شهر خوجند مسابقه عاید به فوتبال بین دختران خردسال این مؤسسه تحت عنوان فوتبال در مکتب‌ها برگزار کرده شد. با این چاره‌بینی ورزشی آموزگاران تربیت جسمانی و ورزش 8 دسته دخترکان خردسال را جلب نمودند. مورد به ذکر است که یکی از هدف‌های اساسی فدراسیون فوتبال مملکت از توجه به فوتبال بانوها این پیش از همه جلب زنان و دختران به طرز حیاتی سالم و تربیت کودکان و نورسان در روحیه ورزش دوستی و طرز حیاتی سالم میباشد. миннатдории худро ба Федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам ки хел мусобиқаҳои ташкил карда аз қабати хонандагони мактаб мо метавонем дар оянда ба футзал бозингарои беҳтаринро ҷалб намоем. байни духтарон хел мусобиқа гузарондан иқдоми хуб аст ва боварӣ дорем оянда футзал байни бонувон рушд меёбад. این چاره‌بینی ورزشی بین دختران خردسال جالب و شوق‌آور جریان گرفته. در آن خوانندگان این مؤسسه تعلیمی با شوق و هوس زیاد اشتراک نمودند. اکثر اشتراکچیان مسابقه بار اول در چنین چاره‌بینی‌های ورزشی اشتراک نموده بودند و با آنها اشتراک در این مسابقه پسند آمد. در مراسم پوشیده‌شوی مسابقه نمایندگان فدراسیون فوتبال ولایت سوخت به دختران خردسال برای اشتراک فعالانه در این چاره‌بینی ورزشی اظهار سپاس نموده با آنها توصیه دادند که دائما طرز حیاتی سالم را پیش نمایند. غالبان جایزه‌داران این چاره‌بینی ورزشی با تحفه‌های خاطروی، جام و مدال و افتخارنامه‌های فدراسیون فوتبال ولایت سوخت قدردانی کرده شدند.